درود بر شما. همه ما میدونیم که کنترل فشار خون چقدر مهمه. از دارو و رژیم غذایی که بگذریم، امروز میخوام در رابطه با یک عامل پنهان و البته ساده با شما صحبت کنم که متخصصان هشدار میدن میتونه روی فشار خون صبحگاهی تأثیر مستقیم بذاره. پس تا انتهای این ویدیو با من ریحان همراه باشید. اکثر ما فکر میکنیم که کنترل فشار خون فقط با قرص و ورزش و نخوردن نمک ممکنه. اما وبسایت معتبر فاینانشال اکسپرس به تازگی گزارشی منتشر کرده که متخصصان قلب در اون تاکید کردن یک عامل روزمره و به ظاهر بی اهمیت میتونه نقش بزرگی بازی کنه. همون بالشی که هر شب سرتون رو روش میذارید. بله، درست شنیدید. ارتفاع بالش شما ممکنه داروی فشار خونتون رو بی اثر کنه. اما چطور؟ متخصصان قلب میگن وضعیت سر و گردن در حین خواب مستقیم روی گردش خون، تنفس و کیفیت کلی خواب تأثیر میذاره. وقتی ارتفاع بالش نامناسبه، مثلا خیلی کوتاه یا خیلی بلنده، جریان خون در رگ‌های اصلی به سمت مغز دچار اختلال میشه و قلب مجبوره که سخت‌تر کار کنه تا این خون رو پمپاژ کنه. این فشار اضافی روی قلب میتونه به مرور خودش رو در قالب افزایش فشار خون صبحگاهی نشون بده. حالا سوال اینجاست، ارتفاع مناسب چقدره؟ دکترها میگن سر باید در سطح کمی بالاتر از بدن قرار بگیره تا یک زاویه ملایم و طبیعی در گردن ایجاد بشه. این کار به قلب کمک میکنه راحت‌تر خون رو پمپ کنه و از نوسانات فشار خون در طول شب جلوگیری میکنه. اما نکته بعدی کیفیت خوابه. یک بالش با ارتفاع مناسب راههای هوایی شما رو باز نگه میداره، خور و پف رو کاهش میده و تنفس رو در طول شب آسان‌تر میکنه. چرا این مهمه؟ چون وقتی خواب شما به دلیل مشکل تنفسی یا قطع شدن مکرر، مثلا به خاطر رفلوکس اسید، مختل میشه، سطح اکسیژن خون نوسان پیدا میکنه و سیستم استرس بدن فعال میشه. نتیجه فشار خون بالاتر در صبح. بله، درست شنیدید. بالا آوردن مختصر سر حتی به کاهش رفلوکس اسید معده در شب هم کمک میکنه و باعث میشه که شما خواب پیوسته و با کیفیت تری داشته باشید. حالا ممکنه بگین که این کار به تنهایی میتونه فشار خونم رو درمان کنه؟ قطعاً نه. این فقط یک همراه مفید در کنار مصرف منظم داروها، ورزش و رژیم غذایی صحیحه. اما گاهی همین تغییرات کوچیک و کم هزینه وقتی کنار هم قرار میگیرن تأثیرات شگفت‌انگیزی در بلند مدت دارن. خب چیکار کنیم؟ اگه فشار خون بالا دارید یا صبحها با فشار خون بالاتر از حد انتظار از خواب بیدار میشین، یک بار ارتفاع بالشتون رو بررسی کنید. ممکنه که لازم باشه بالشتون رو عوض کنید یا با تنظیم اون سر و گردنتون رو در موقعیت بهتری قرار بدید. اگر که این مطلب براتون مفید بود، لطفاً دکمه لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و البته مراقب تاج سلامتیتون هم باشید.